سلام بچه چطوری؟ من ایمان آیسی جی هستم یا موزه ایرانی. چون مهمون ویژه حساب نمیشیم. خب این اولین گیم پلی بازی بمب اسکاتن رو با ارشارتس و ستیار ایس اچ. انشالله گفت برای ویدیوی آینده حفظ میشه. ایشالله اگه آقا نامردیه برادم اصلا هنوز تو بلم کن مالک همه جا باگ ساشیا ناگهانی هم اومدن تو در اینه عادی ترین اتفاقی که ناگهان خبیته کن خب یا لباد شورت سمن آقا یوز ایرانی دیگه. ستیار این پرسیدی برای چی اسم گذاشتم یوز؟ برای سرعت بازی. نه من بخاطر سبک بازی. خدای قیافه شبیه یوز پلنگ نیست. نمیدونم بود حالا که از کمی نگفتی ملات بیمه بیا پای مردک نما هر کی تکون بخوره پینگش بالاست. ناکن منو رو هوا موده. منو چرا بند کردی؟ کسی بندت بندش کردی؟ بندت میکنم از خودم افته خودت بندت میکنم. رفتار کرده اشتباهی خارج شد دور بعد اضافه میشه. بیا اینجا خودم با مشت بندت میکنم. به تماشای دوای برادرم میرشینی. هرچی میخوام بهت آسون بگیرم. هرچی بهت آسون نمیگیرم. همیشه قرمز و مشکی خدا. الان قبلی که این پی هر دو تاتون حریف بودم. الان دیگه من دو تاتون حریفم. من با ساتیا شوخی ندارم. الکی داره میزنی. ولی نسبت ویدیو چه فوش میدی؟ راستی فوش نمیدی. رفیقمی دیگه ناموس آدم. برای ما گوشی و رفیق جزو ناموس آدم حساب میشه. خیلی پیشرفت کردی. کردم که آره. خیلی پیشرفت کردی. توی این 10-20 دقیقه خیلی پیشرفت کردی این من الان کار کردم. من چرا همین بند میشم؟ من نمیشی دستت میخوری. شاید هم میشی. همین آره تا اگه بلوتوث روشن قطعش کن. مگه من با خودم خوشحالم. بابا من شده با دیوار متوجه و دست نه نگاه مشتمو قوی میکنم بعد یه هم نمیکنم. نه اترافی کردم. فعلا در میریم جونمون خیلی کمه. ماشاءالله بیا اینجا. بیا اینجا. خب فکر کنم این دفعه میبازم. قبولایی که میبازی. آره خب بالاخره وقتی که در دور 5-6 میبره یه دورم میبازه دیگه. بیا اینجا مردک مگه من با تا ساخی دارم کد پاساتی ها شاخه. فقط راندوان. بیا اینجا. خوب بود. خیلی خوب بود اصلا. خب جوینی. آره. بهت گفتم من پاساتی ها شاخه ندارم. دست از بودو بیا. من نیستم. چرا اومدی؟ خب بدرک یا بزن رو صفحه. من لگت من مادن سرویس. به من چی کار داری؟ ارشا تینتوزی بغل میخوابه. بلوتوث روشنه میخوام میشه. بلوتوث کلا ندارم. هرکی تکون نخواه خره. شوخی کردم. دادا شوخی کردم. محمد دادا کجا؟ بچه من ببینم پرچم برداشته دوباره من شدم. نمیزنم شما را سبب خوبن کردم. نه مشت من نیست دیگه مشکلی هست. خب درست شد. آمدم سوپرمن. ای سوپرمن خواهد کرد. ویت سوپرمن خرابه. سوپرمنم درست شد. سوپرمن ساتیا تمشیم. ساتیا هر کی
خودم آها ساتیا پرچم بگیر ساتیا پرچم بگیر بخوان یاد دفتیممون کنی ولی خب ارشا من بردم ارشا منو چیز آیسی شد آیسی آیسی چی برای فیلم ها آیسی صدا کن البته خب قدیمه کانالم میدونن فامیلیم چیه آره قبل اینکه اون فیلم ها رو پاک کنم میدونن بیا فامیلیم اینجا محمد چرا من آقا ساتیا بیا اینجا بچه ها هر کی راه رفتن بلده کیه؟ دشمن کیا مالک من اصلا تکون نمیخورم چرا ساتیا ما رفتم بهم یاد بده من خودم هم بلد نیستم گناه من کوشم تا با پرو پلیر در افتادیم یه جلو ارشا ناگهان خوی تکون خب اون قدیما یوز پلنگ روز پلنگ چی؟ خم میخورد حالا خر شده خری شده خر نشد ساتیا مجسد دقیقا من سنگا داشت یوز پلنگمون من نامیرام آدم سرویس با من ببین با منطق که وقت رفیقم منطق اینجا با من چیزی ای بابا این منطقه چیزه که دنیای واقعیه آره معلوم ببین نگاه کن دست و پام به هم سلام میکنه نگاه کن آره نه دیگه اینطوری کاراکترم تریاک کشیدم نگاه کارکتر ما پا منقل منم فورد یه من نه چه کاریه شخصیتم کپی شد دیدی که وای بای خب نه آها من لطفی یه بار دیگه بکشم تموم میشه ساتیا ساتیا عجق خریه تبریک میگم کار خیلی خوبی کردی باریکالله چرا انتحاری؟ چرا من این قرنم خیلی پرو پلیر شدم بخوان یادت نمید دست کن دیگه چیو چیز کنم ما تیم کن باش نه خب این مگ تیمتون کنم نمیشه که دادت هم نشم پس من ساتیا بر اومدی خب این خواستم تیمتون کنم نشد دیدی که دیدی رو رفت بهش بر نرفتم دیدی میگم ما یه چی بگین به من شاید دست خوده یا ما چی نه تو رو قرآن نه من با رشته ها نمیافتم تو گوه احمد چه دونسته من درسته تا ویدر اسکلتون خوردم برسونه یه اجدها سنهار دوتا ببین من تا پول 3 تا اجدها خوردم خب ولی شخصیت من روزی 3 بار تریاک میکشه ارشیا برو بزنش دیگه ارشیا ها اموری؟ خیلی وقت ما صلح میکنیم ما صلح میکنیم ارشیا بزنی ما صلح میکنیم ارشیا تو من خیانت کارم بزنی ارشیا بزنش بودو ارشیا بودو بابا یه چاسته جون داشت بعد هم تازه 90% هم اما آی سی جی کردم چه؟ زرباقه ها کی بشتن؟ زرباقه ما رفتیم ساتیا ما رفتیم میخوام یه چیزی ممنون کنم در تو سرویس شه بمب باشه راحت باش من که بیش آدم مش میزنم ساتیا منو میزن نمیشه اسکول 3, 2, 1. یه خاله هم نانه وقت من ساتیا رو تیم کنم خوبه دیگه با هم تو تیم باشین دیگه خیلی من خب نه نمیشه آخرشم باید با هم موازده کنیم نمیشه حالا بینیم همینو باش خیلی نامردی میشه این صفت باشه حالا نمیشه ساتیا آماده ایم نه دکو
پوزش یاد نمی فقط دک و پوز فقط دک و پوز دک و پوز نه فقط پاشو توته در مایوس بالای سریتم بیای جا مقدش فرنگه یوز داره در میره تو نخون بیای جا یه جا بایی این بودی دهن ساتیا اینقدر دهن ترکی این چند خودش انداخته خودش زدش راست میگه حالا بزن راست میگه نگم یه اسکیل ای چند داره قبوله چی داره؟ ای چند آقا این چند ما این که رافتی اصلا رفتی نداره من دنیای واقعی تو مایکرافت همینی که بزنش ساتیا چه کاری میخواد ببین اصلا صورتشو نگاه کن آقا هرچی میگه دهخانی چی به دست بالا چی تر دستشون بردن به بالا خاطر اینکه دهخانی چی باید منو ساتیا با تیم کنه بودو چیزی نیست بودو چی چی همینه که میخواستی چی هرچی رفتن من اینا رو آپلود میکنم تو یوتیوب چیز میکنم تو کارتن میفرستم مای تی ام نه یا نزدیک ببین دیگه ساتیا سه باش لاقل تو رو انداختم من لاس ببین بیا اینجا گو خوردم اومدم دیگه بیا اینجا نه تو نخوا بیا اینجا حواسم بخوانی من با تو یارم باشه آقا عرشا این چه دیگه ساتیا برادر من اون چه دیگه اونجا باشه بخوانی بیا اینجا جان بیا اینجا بیا اومدم من جنگی میبه خر تو پلنگه گفتم من جنگی بیمه ببین این اگه چی؟ ببین قشنگ معلومه دهخانه هیچ چند دقیقه ما هیچی داشته بگی اوکی؟ من با نگاه فکر کن میدرخشه اسکینش میبینی که ربطه من اسکیم بنفش کردم خب رنگ بنفش گذاشتم بنفش ساتیا بزنش آها ماشالله آریکالله ببین میرم با دک بگم من با تو شخی دارم دست قبلی ساتیا هم بکشیم ها بیجا میدیدیم دوتا چرا من نمیکنی بابا خیلی جا خالی دار بابا شما الان حقیقتون دشمن من بیا اینجا بابا تک بیا اینجا جلو فعلا که یا بیا اینجا دیدی مینا به دردی خورد نه چرا مینو برداشتم اینا چون من دهخانه میکشم برای ساتیا امتیاز من ساتیا امتیاز کسب میکنه منطقش کجاست من میکشم برای خودم بیا اجرمت بیا من تو میکشم که امتیاز دهخانه رو هم انجام آها یکی اوه ساتیا فقط هوا کن فقط هوا یکی دیگه بزنم تمومه تو هم مثل من نمیتونی اسکول باشی خب میخواین چیکار ساتیا کنیم؟ دقیقا توی بیس افتادیم یعنی بازی هم از ما میخواد که یا بشیم دهخانی میگه نه بیا والا من بعد یه رفتن یاد بیا از این مینا دستمه بیا خب نه تو رو قرآن نزن میزنی من لاس بزنم من بچم ها نه بچه نخواد بچه مونده خودم جونم کمه ببار گم شد بیا جلو ایس بیا جلو که بازی خیلی به نفع منه تمام دوران پادشاهی ASA به پایان رسیده است دوران پادشاهی یوز آغاز شده است بذار دختر جونش کم کن من مثلا میخوام با یکی تو مبارزه کنم تو همونجا باش من اگه مردم تو رد خونم بگیر تمام
دقیقا این 5 بومه رو بگیرم پارست. من اینجا گذاشت کرد حالا ساتیان با یه تریاک و یه وب میمه جلو ویب من نمیکشم فقط تریاک نمه تریاکی دارنه آده خرابی بیا دارنه جلو ساتیان با 1 کیلو تریاک میمه جلو حالا گرم ترسید این یکی دهقانی با یه شمشیر حتی حلقش خب بنداز نانه میخوام مینا رو از مینا بتونم اینا نمیتونی بیا جلو میتونی بیا جلو نمیتونم جرأت بیام جلو جرأت داری بیا نمیتونم بیام جلو ساتیان فوا خوشله تمام من ببینم ارشیا خودم و خودت محافظت میکنم ارشیا خودم و خودت مونده دهقانی بیا من اینجا جلو که تکون نخودم به خاطر این بوده که با تو یارم آره جونی سول خب اون وقت من الان بگوشم که نکشمت نکش دیگه سول نکشمت نه دیگه چرا؟ سول جورت دارید همین چالشو بیاریم تو ترالیا نه تروری اصلا نیورد بازشو همه میاره راست میگه 2 نفر نه، میاره. میآورد، اون میرفتیم. جهانی رو نمیاره اشا میپچیم بابا من ببینم اصلا بابا بابا این صفحه لگست این که مال شده لگست لگه آره جون خودت من برم بچه من برم یه مثل که یه اکران فرا کنم درست کنم و برم چیپ بزنم تا آها یکی از اوناشو بالاخره کم کردم خب بعد اصلا اون بغل تا 2 تا جون دیگه بیشتر نداری حالا میمچیم وای چه کاری میکنی شما بوم برداشتم نگاه کن مین خودمون نابود کردم تریاک محلی داره تریاک فروش نگاه کرد یا با شکلی صدا چه کرد عشق خوبی دارن تریاک محلی دارن چه عشقی خوب بوم نوشه جان کن صبحونه نخوابی بوم بخور گاه خوردم تمام یه جون دیگه بیشتر نداری و بعد کارت تمام از یه کمپ تریاک فقط فروش کمپ نگاه کرد از یه یه با فقط شکلی. کمپ خب گند بزنم با این کمپی که کردیم کمپ نمی کرده سنگین تر بود آره بابا نمیپره چه من از این کمپه که نکم الان باید بتونه این بپره ببین دیگه خب من دک بگه من با تو شکه دارم چی؟ تو باش هرچی چی بهش نمیگم لاتر میشه اون دوتا مینام هنو مونده پس کن پس خب بلمک نگاه کن ما نمیتونیم اصلا بپریم من دقیقانی اصلا میپره من نمی که چی دوه من نپریدم ارشالکی ساتیا بودو پرچم نسی توه ساتیا بودو آمرکلا دهقانی خرمش و ساتیا با تو یارم با باز اینو قبول نداره حیف که بازی قبول نداره بازی تبیار کشیده تو کاری برو کاری عجب خب میبازم خب این دو که میبازم ولی خب بالا سورم میزنم 3, 2, یس ارشاد چیت از خوش شدی این پیش پیشه ارشاد چیت از خوش شدی منفجر شدی من اوه من میرم بالا یا تریاک فروش نگاه کرد نه ارشاد ارشاد آهنگ تریاک بله تقدیم بچه های کلان ارشاد به یه چیزی دیگه بخونیم چی الان داری میخونیم یه مد گل از همه رنگ نه یه مد دایی بخون تریاکو با چی بشویی با شامپو گل رنگ نه ارشاد میگم مد دایی بخون خب بعد نفر کن دفعه مد دایش خوبه ولی خوب که من خیلی جلالتی هست نمیتونم بخونم تنها آقا بودم ارشیا بچه گلی بود گل خرابش کرد نه موقع نمیخونی ها ارشاد میگم مدای ابو آهنگ نمیخونی ها ارشاد مدای ابو فاضل و حفظی ابو فاضل سلطان قبایل بخون اگه حفظی ما آهنگ فان گرفتم اگه بخوایی اصلا مدای حفظی من آهنگ قلقلی رو حفظم ارشاد ببین خب من حفظم ولی میترسم مثلا بخونم مثلا خوب نخونم
برای مثلا که داریم فیلم نگران میگیریم نباش، ترجیح میدم بابا. یا مثلا که داریم فیلم میگیریم و ترجیح میدم نخونم برای میگم ولی مثلا یه چیزی بخوای بخون ولی مثلا اینو نخون وای وای من با تو شوخی دارم بله اجازه گروه هر چه ساتی برنده است چرا 3 تا امتیاز گرفت؟ مگه برای همه حفظ نشد چرا اون 3 تا کمتر از اون امتیاز ساتیا دقیقه عجب من خبیم دقیقانه میزنم آقا دقیقانه فعلا من بعد تواف کرده یاد بگم واقعا رفتم به درک دهقانی پرچم نگیری 100 تا من بهت میدم آقا این زیاد نمیدونم تو پرچمو بریدی تو دم یه چی بابا خوب دهقانی مشتش خفیه بعد ما مشتش میزنیم مثلا تکون نمیشه نه ارچه خب خوندی آموزش بازی و تا اگه تو اگه در حال دویدن مش بزنی خب دمیجش بیشتره نگاه کن میدونم نگاه کن قانونای فیزیک دنیا واقعی رو داره خب ساتیا من این کفتم با حال میذارم این پرواز نمیکنه دهقانی چرا این کارو میکنی؟ اشی آمالا خونه نوش جونت پیروزی نوش جونت یکی نفس کشیدن رو به من یاد میده تو وجود داشت ساتیا عمران بذارم این دفعه باعث باختن بشی با تا موقع که داشتی میبردی والا خب من خب همیشه دوستم من کفتم بیمه هرچه خب همه دوست دارم برنده باشم من خب دوست دارم برنده باشم خب منم دوست دارم برنده باشم خب برنده بودم بعد تلاش کنی من دارم زور میزنم دیگه برای برنده شدن بعد کفته باشی نگاه اینجوری آره آخرش باید افتاد دستم خب بعد شیرینی بده بود شیرینی بده شیرینی بده شیرینی آقا من شیرینی. من هیچ نمیخوام خب آقا من برای این دور بدون آسون میگیرم خوبه ساتیا بزن دقیقه نگاه کن اینه چی تون میدوه دیدی ساتیا اینه چی تون هرچه آبی رو بعد نگه داری تا بدوه آبی با من اصلا نگهش سکو ساتیا سکو من ببینم راست میگه یا نه آره راست میگه من هم میشونم خب آموزششه دیگه من آموزش بازی من نیتیم شما نه خلاص برشون میده منم آقا ندیدم. چجوری پرچمو کرده تو حلقت خورده دیگه نگاه آقا خب خیلی تو- گشتش بوده آقا بابا این مرده چجوری مرده این مرده چجوری مرده آقا من از این بازی شکایت دارم این مرده چجوری مرده آقا من ساتیا بود روز سازش این بازی من با سازنده با هم یه جا داشتیم چیز می‌کشیدیم آقا هر کی پرچم دستشه هر کی پرچم دستشه بیاره و لایچم پاش نیست خره خب تلاش کن بگیریش والا بیا اینجا مگه من با تو شوخی دارم مگه من با تو شوخی دارم ساتیا من پرچم میگیرم فقط نه کی من پرچم میگیرم بعد نمیدونه آقا این قبولی پرچم برداشتن به ما یاد نداده مگه نه آقا هم دکمه برداشتن رو باید بزنی دیگه ساتیا بودو ادوار ساتیا آقا نمیتونم تو کنم خورم چرا والا من بلد نیستم بابا برم خب بابا به همچنین بنده نیز بلد نیستم و بلد کم بیا برشم مال شما اول میبری بعد جرأت به ما تو هم خب اوکی خب همین الان با هم تیم باشین دوتایی منو بزن دوتایی بدون که به هم حق ساتیا بزن. بودو دهقانی بیا اینجا با باکس میزنم تو صورتت بیا من منتظر باید رفتن یاد بگیرم بیا هرشا من منتظرت بابا حواس آله خوشی نه دهقانی آقا هرچه استگانه ازم ترکی خریت کردم چرا آقا هرچه تو برو چیز استگانه بزنم بکو کنم من با رفتن یاد بگیرم حله من نیستم نشیگم باید بهتر بازی کن در خود سر در میشه ساتیا بزن دقیقوزشو بیا پایین تا بتونه بازی دست کیه بیا تو تراریای ساتیا بودو درصد دو خب بیا تموم شادی هم میکنه نامسته
آقا این حالا خواست مودو بریزم بیام. نه اه. ما چرا اصلی فقط است. چیتر سهول. بچه ها میدونم از سب که مثلا مال بازی موده. خب این یه نقطه ضعفه برای تو. ای اینجا که میخوام افکار نشد. خسته نباشی. آفرین. یاد میگیری. حاجی این تکنیکو من بلد بودم. خب آره مثلا که مثلا اینکه اونقدر به فکر رسیده که این کار رو انجام بدی خوبه، چون که زیاد وقتی نیست دیگه اصلا برای معمولا فرار میکنن به جای اینکه بزنن. میشه کم بزنیش؟ میتونی بزن. چطور به تویی کردی؟ میخوای بزنیش؟ نه من توهین نکردم. من قصدم توهین نبود. با خودکشی داشتی کردی؟ من قصدم توهین نبود. آره میدونم. جدی میگم. منم قصدم بیا. فکر کردم مینه. داداش. فکر کردم مینه. بفرمایید. خوب بود؟ یکی. دقیقا نجات داره اجاز باشو بیا اینجا من لات بیله سکر کار شما بیا اینجا من لات بیله. آقا من از این ور میرم تو از اون ور برو خدا حافظ. بابا وان نمیره اینا وان نمیره پله هاشا کوچیکه. خب یاخت می ننداز مگه آها بیا خودشم وان. لاغل یه امتیاز. سات یا دست کشش اخمیه. بابا من آقا این چه خودشون میذارن آه چرا تک به دو شده. جورت تک و دو اصلا. نه خب خودت دیدی خواستیم بذاریم نشد. چرا؟ چرا؟ بخاطر دلایلی آی جنده حالا من لات بیمه. آها وای چه لساتی من میزنمش میگه حالا من لات بیمه. نه خدایت من میزنمش میگه حالا من لات بیمه. بیا اینجا الان لات بیمه. بیا نگاه کن هم موقع بیام این حالا لات بیمه آفرین. با خودش حساب نشد. بعضی وقت بعد فداکاری کرد. امتیاز باید به من حساب شه یعنی چی باید تو فداکاری با مینای من مردی. امتیاز برام. بعد منم کشتم به خودت هم مردی. خب لاودی امتیازم بر تو من. اگه میخوای به من تهمت چیتری بزنی؟ بله شما چیتری 100% 190. آقا من چیتر نیستم. اینو تو گیم پلی میدونم برای هم گفتی. شما یوزه ایوانی مخفف چیتر. بیا اینجا. شما اصلا بیا جا. چطور نیستی تیچر هم نیستی. ما تقا یکم من نوب تشریف دارم. اگه میشه بیا تیچر تر از اینه. چقدر این مینا به درد خورد. من لات بمه. ماشالله ارشد چرا نمیزنی ساتیا رو؟ آقا بچه من ای وای نه ببین بابا خودشم مرد یعنی تو من قبول نکنم. آقا بچه من قبول ندارم. دست قبلی من بردم برام که ساز نشد. آقا اینا به ادایر به سازنده بازی بگی. چرا این آدمش تو این بازی رو ما معرفی کردیم. ما که خب معرفی کردم نساختم که. آقا ماشالله شما رو بزنم امتیاز بگیر ببر. بیا اینجا. ای نه این کار نکن. این کار نکن. چه کاریه نکن این کارو زشته. بلا از ساتیا فدا کنم. گم شو من خواست ساتیا رو بشم. من لات میمه. باش منم هر دو ساتون میکشم راحت. گو نخور بابا. ساتیا بیا اینجا میرم. ساتیا بیا اینجا. بمه. وای ساتیا. فقط یک کیل دیگه میخوام. یک کیل دیگه میخوام. ساتیا بیا نزدیک من. ساتیا بیا من بکشم. ساتیا من ببین به 9 بشم میشه بازی فینال میره. هر کی تقلب کنه. تقلب نیست. ما به گفته تو داریم همون میزنیم. نه ساتیا. چرا دیگه ببین. بچه نظرم خب ویدیو نیم ساعت شد. نه ادامه بدیم. یه دستی که بهم میاد. ایسی آشنا شدی؟ واسه بازی؟ نه. جدی؟ حالا دیدی برای چی اسمم یوز پلنگه؟
این هنش خوام حوزه سودا بچه به من بکن چون همه آقای کلم ساتیا بگو تازه اسمم تو مدرسم لو رفته دوباره میشه ارشیا چرا ایجا امتیاز گرفت چون من ازت گرفتم من پرتش کردم ساکو میدم من ساتیا فرستادم پایین چرا واس میگه چرا تو داره خونده چون من ازتون گرفتم پرتش کردم حالا من گرفتم من پرت کردم ارشیا میگم میدونی کی اسم منو لو داد تو مدرسه؟ فعلا ببین ساتی بیا اینجا امیر تیوی لو داد ای خیانت کن گس هم که رسیم گس ازام هست رازه گس رفقام هم هست عجب خریه ساتیا وای فعلا این دارم جنگ در جنگ اسم وارد شد ساتیا بیا اینجا کو عجب خریه آقا تقلب نکنین دیگه نمیشه اینطوری ارشا نمیشه اینطوری همونن ما داریم همون میزنیم نه خب اما بزنین ولی توته نکنین توته نیست ساتیا میخواد بمیره منم میخوام با آبزوش برسونمش بیا اینجا ببینم بده کار عجب خریه خب بیا پایین دیگه من داشتم بیا پایین ارشا ول کن ول کن ساتیا بزنه بازی بار خوردستم چه باگی حواسم میشه فوتو رو دست کشته بدنش خب ای 2 نفره با هم زدم حالا منم میزنم ببین چی شد؟ خیلی جالب بود خیلی ساتیا بیا اینجا من بودم از امتیاز هر دوتون یکی کم شد تبریک ساتیا امتیاز نمیدونی خودکش کنی منفی 1 خورد جدی؟ ساتیا گل نخور بیا اینجا ساتیا نه منفی 1 نخورده ای ارشیق این چه کاریه تبریک به من امتیاز اضافه دادید تبریک سعود میگم ما تو تدون ضد خودتون شد خوبه؟ چه ساتیا بزنش سپر رو زد ترکون نه تو تدون ضد خودتون شد توته نکنین دیگه یه بار با ساتی بینجا خب تکن نخواه عجب آدم میفتا منو خوش دست درد نکنه خواهش دست میکنم یه امتیاز باید میده افتخارم من بردم آقا بیا یه دست من و ساتیا رو تیم کن تو که این همه ماوا زدی نه خب نشد تیم این همه کنی ماوا زدی خب آقا من یه تیم کردم نه نشد خودت دیدی نشد ساتیا باس میگی نشد آقا میتونم تیم کنم ساتیا میتونه آقا بیال فعلا همین رو بریم من عجب خوبیه عجب پلیر خوبی رفتم تو شکم خودش پر پلیرم من آقا بچه جامپ کنی یادم برید بابا چون اینجا نه ها میتونه چون اینجا نه چی کتیریه بچه بیا کاری بکنیم سپره ممنوع چه سپر ممنوع بچه من تو شوکم چطوری زد هر کی سپر برده باید یه بار خودکشی کنه همینه کرد چرا؟ سپر نامردیه نامردیه پس مینم نامردیه تو برو پس خودت محافظت کن ارشیا چجوری خواهی تو آزاد میکنی بعد به ما نمیگی نمیدونم خودم نمیدونم مش میزنم مش میخوره تو صورتت بلم میکنی واسه اصلا نمیشه تو این مپ انداخت پایین چه هی کلی کی لارو با همین میگرفتن شما بالا نما کجا ساتیا بیا اینجا داره اگه داره پس رو خودتون امتحان کن دیدم فرقومت تست کنم دیدم الان خودتون شاید میندازم نشه ساتیا بچه برو عقب اگه من بندازیم
پایین نمیتونه امتیاز بگیری. برو عقب، فقط تو برو عقب. مثلا میدونید نحوه امتیاز گرفتن این مپ چطوریه؟ آقا یه تعداد مشخص جون دارین شما. آره میدونم. بخوای اینا رو امتحان کنی خریت مپس. عقب من میرم خودمو میکشم. فعلا که من بالا دارم. آقا برداشتن رو بگیر و بزن بهش بیشتر نمیشه شده. وای. محلات بیمه. آقا آره خیلی. چرا میپری آخه؟ ساتیا بزنوش. ساتیا بزنوش. ساتیا. شیر مادر حلاله. باید سپر. شیر داده میشه بگه یکی. گفتم سپر ممنوعه. آقا، دهقانی خودکشی کن. برو مگه گفت دهقانی کنم. خودکشی کن. دهقانی خودکشی کن. همینطوره چه موضوع خوب نیست. کن. 3 2 ارشیاد 1 خودکشی کن. مردم. آقا دهقانی باخت. دهقانی باخت. ارشیاد جون آخرمه. خب خب. دهقانی دیگه تکون نخور باختی. چی باختم؟ خب همون موقع کشته شدم. خب به حساب خودکشی بردار. ربطی نداره قرار شد خودکشی کنید. قرار نشد که من بهترینم. ساتیا الان مبارزه بین من و تو مافیاییم. بعد مسابقه من و ساتیا. عرض برو یه بعد ضربه دیگه موقع- میخواد. بعد عرض مسابقه یه هم ضربه دیگه میخواد. بزنه. آمبوله کلا عرشیو. بیا جلو ارشیاد. بیا. عرشیو آبیان نگه دار خوش بزن با هم بیشتر نمیشه. تموم و تمام. خب طبق قرارداد دهقانی باخته. یعنی باخته. به ما چه می‌خواست سپر خب نداره. آقا خودکشی. بیا آقا خودکشی خوبه. بیا. نمیتونم برم پایین. خب بیا اصلا یه بار منو بکش خوبه. اولیه بیا اصلا منو یه بار بکش. نه چه گاهی می‌خوای ساتیا؟ خوب شد؟ هنگ قلقلی. ساتیا بیا اینجا. باشه بیا اینجا. ساتیا این دفعه تو منو بنداز پایین. چرت میگم. دست قبل من انداختم پایین. تو انداز پایین. من چرا پریدم من امتیاز گرفتم. حالا یه امتیاز زیاد از همونجا که پرتم کردی پایین. بیا اینجا ساتیا عجب خمیه. نمیدون لاشی نمیدون عجب. ساتیا میدم بهت بابا که به قبوت ببارد. ارشیا یه بازی حرف رو نزن دیگه. چون نمیافته پایین. چون تو باید بیفتی پایین. نه ساتیا بیا اینجا. همون بنداز تو منو بنداز. منم چرا نمیاندازم. فکر کنم اون موقع دهخانی انداختم پایین چرا امتیاز نگرفتم. نمیدونم. بیا اینجا باگ شده. بیا اینجا باگ نشده. باگ شده. بیا باگ شده. تو چیتی بیا اینجا. عزیزم. خب بخاطر همین میگم بیا اینجا. چیته بیا اینجا. اینقدر لکی نگو چی ترش شد. دادا خب پس چیه آقا این سطح بازیه. آقا من دارم با سطح بازی. آقا باشه. آقا جان من دارم با فکر بازی میکنم. باشه ویدم تو سطح بازی. خوبه دیگه به کار کنیم. اون من گرفته بودمش چی شد؟ مش زدم بهتونم با دستش بکسا. ساتی بیا اینجا امتیازمون کنیم. بیا اینجا. بعدم پایینه. خیلی پایین. ارشیا هر کی تقلب کنه. تو هم چیته نباشی من چیترم. من مشتم میزنم مشتم رو ول نمی‌کنه. من میخوام هر جور شده بندازمت پایین آخه. اول صبح تو چه خوب زدی. ملات برم. الان خودت میمیری. تو هم نمیری امتیازت کم میشه ها. که واسه مردی. ساتیا من نخواستم که زنده شم. ساتیا بزن دکو. آقا من اگه بزنم برو. خواهی یه مشتا به مغزک بیا اینجا تو هم یه جمله.
ارشیا تو کارت تمومه. تمام. آقا یه گیم پلی کانترم بگیریم تا گیم پلی تمام نشه یه دستم کانتر پلی بگیریم. قبوله. خب بس من ویدیو رو استوپش میکنم. اوکی؟ اوکی. ویدیو رو استوپ کنید. خب آمدیم کانتر. من و ساتیاب آره. تیمم. ساتیاب خاک دوست داره دیگه همه تموم نشد. نشد. خب نه بچه‌ها یکم شد ولی خب بفهمن که با کی. بچه‌ها اسنایپ بچه‌ها اسنایپ لا همگان اسنایپ همگان اسنایپ اونایی که میگن همگان دست بالا اسنایپ ارشیا. لا لا اما من سنایپر من خوب هست ولی نه باشه اسنایپ خب حله. نه من نزیاد من نزیاد خب باشه همگان نزیاد ارشیا اسنایپ دیگه ارس نده. نه همگان ارشیا همگان ارشیا اسنایپ لا لا ارشیا تو رو لا خدا. لا لا من اسنایپ خودت خواستی ها خودت خواستی ها. همگان خودم خواستم خودم هم توش میبرم میگی نمیگم بیا دمیجت کردم واسه من الکی داشتم تیر میزدم دمیجت. ساتیاب آمده من پشتتم تو پشت میتونی بیا بالا سرم. تو پشت رو بپا من من پشت رو میپام تو جلو بپا نوبرم نمیشه بعد نیست خیلی ما کمپ کنم. هرگز نشه فراموش و خوش- کمپ اضافه خاموش و خوشم نمیاد. لای 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 توی ساتیا آقا این لحظه من حادم رو درست کنم نزن یه لحظه باشه چی هم؟ چه انگوش شما خب بخواستم انگوش شما درست کنم نزن یه لحظه نزن. یا دستارو داری آقا اگه میخوام ببرم نمیده من دخانی با خودت بات گذاشتی اسکول نیستم بات بذارم باش من برای تو بات میذارم. پشیمون میشی داداش نمیدونه با چی بازی میکنه اسنایپرم هستم. داداش من با کورم زنه الان با ایکی 47 من فقط این AK-12 از خونه 12 اسنایپر. البته از خونه اسنایپرشون خب من نمیتونم الان با ایکی 12 اسنایپر کنم چند بمیدی من در حال حرکت بدم ساتیا بزنش ساتیا بغل خونه اون کنج اون ته کمپ کرده ای؟ بله ساتیا بابام با بنداز دم ساتیا بابام آقا بمب نه دیگه بمب نیستم و دیگه باش بردم نمیشه آخه. کجایی؟ نیست اصلا ساتیا اون ته اون خونه عجب خریه اون خونه خودمون یا این خونه؟ نه اون خونه ماشاءالله. دهخانیه دیگه چند دقیقه شد بله شد باری کرده ساتیا آفرین پیشرفت. اش پیشرفت نیست من بازم خب بچه من دیم ناچارم دیگه خودتون خواستیم نمیخواستم واقعا این کار انجام بدم واقعا به ضررتون تموم میشه واقعا به ضررتون تموم میشه نگی نگفتی یا خیلی تحصیل کنم ساتیا کجایی جهنم چی کار میکنم بکنم که به ضرر تمام میشه آخه الان میفهمی توی اشیا حاجی یکی دارم من شدید دهقانی پرواز کرده باشی ببین نه پرواز نکرده اینجا کم کرده آره من کمپم ای یه جوری هم کمپ کرده هر تیر بهش میزنم لامصب نمیمیره آره من نمیرم ساتیا دهقانی بیا اینجا نبرد دهقانی رفته بود بالا قبولی دهقانی رفته خودت بود بالا. گفتی میتونیم بریم بالا خب دادا وقتی برام
خب وقتی فعالش میکنی به ما هم بگو. آقا شما گانرین اسنایپر هستن تو نزدیک نمیتونه حرفی چی بزنه. داره تو وقتی فعال میکنی به ما بگو چی حساب میشه؟ آقا گوش کن، اسنایپر در برابر گانر تو راه نزدیک نمیتونه زیاد کار. بابا گانم از اون بالا استفاده میکنن به عنوان مانند تبر یک جوری میزنن طرف صداش در میاد. آقا خودش این کار آقا گوش کن، آقا شما نمیتونین بیاین بالا، نباید بیاین بالا. حتی هم اوتو جامپو خاموش کن بیا پایین. اوتو جامپ چیه؟ نه میدونم اوتو جامپ چیه، من اصلا اوتو جامپ ازم فعال نکردم. آره معلومه اینه مردن که اوتو جامپ. راجع ضمناً آقا سریع زدم. میزنم هدشاتش میکنم. خب مثلا گام هست. آقا ضمناً اینو بگم که اگه این بالا باشه بازم هر چقدر که باشه من میگم اسنایپش میکنم. باشه میتونی اسنایپ هم کن. تو چه اون تا سپر گرفته من دیدمش تو ندیدیش. نه من ندیدمش. بخوانه بیا اینجا نه بیا اینجا نه خبرت نایف بیا اینجا دیزرتی بیا گله اینجا. واقعا کلت. بخوانه بیا اینجا دوئل نایف. حداقل تو کانتی فکرشم. ساعتی از درشو تبیز خوب. دیزرتی ببینم گله. وان شاتت میکنم. ایکی 12 خودست. آره ما بهش میگیم AK 117 کال آف منو مهران خاطر دقتش. بعد ساعتی ها میان میگن ایکی 12 بده هنوزم میگی بده؟ بگو گو خوردم تو ببخشم. اتفاقا من گفتم بهترین گانه ایکی 12. نمیشه که من مجبور شدم این کارو کنم. قانی مخالفه باید. من نگفتم. من مخالف. آقا ساعتی ها داری حمله میکنی ببین ساعتی ها این- خودم کشتم. نمیشه از پشت سرت. چرا پشت میشه؟ سری واقعا از پشت سری. خب ویدیو چند دقیقه؟ 46 دقیقه. تا اینجا هم آقا ما جلوی نه خودم شما با افغانی خوشنام تسلیم شما شد. بهت گفتم باز نظری پشمون گوش کن یا کن یه دونه کیلا بخاطر اونی که خودمو کشتم پس الان ما 6 الکی. خودم تو کی خود تو کشتی بودم بگفتم اون موقع که میخواستم بیارمتون دیگه اول ویدیو من 6 این پس بابا دیر دیدمت. آفرین. ساعتی ها ویدیو کم کم آره کم همین کم. الان کم کم قطع کنیم واقعا آره. تو یه ساعت نشده کم شد. آره دیگه و یعنی آپلودش اینقدر برام سخت میشه. چرا؟ چون از 32 بود بازم کشتم. چرا؟ گان به این خوبی. آقا بچه بیا همه وسط من بچه. آقا تیر زدن آزاد نیست امو. میام همه بیان وسط تیر میزنه. میام همه بیان وسط تیر میزنه. دوباره تیر میزنه. نه خب تو دیر گفتم بیاین وسط. آقا همه بیان وسط من بخوایم ویدیو رو تمام کنیم. نه آقا یه لحظه من یه بار دیگه بکشم بهتون. باش بیا الله 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 الله. پشت خواهی همه بیان وسط. آقا من وایسا عکس تکنوبلک داخل ایکس رکورد وایسا هر شما من یدونه نستون جلو هم. کجا گفته؟ کجا نیست؟ آقا این بالا نوشته 10 خب که یکیش هم میخواد اونه که خودم الکی کشتم یه دونه مردن ها خب یعنی از اون جلو هم خیلی هم خوبه. آقا نگاه کن این ایمیل رو که دروغ نمیگه. منو راست میگه فتیا منو دو خب بچه بریم یه ویدیو رو تمومش کنیم. آره خب نکش من دارم میام وسط. بیان واسه اسم اون حالاتی که اصلا نمیشه هم دمیج داد. آقا نزن آقا نه من بخوام نزنم بازم سبب آقا شما آتو فایرینگتون فعاله؟ نه آتو فایرینگ اون آف خس. کرده. بگو چرا نایف دست گرفتی؟ ببین من اون کجا میگم. منم راست دستم بگیرم. خب منم میگیرم. این ویدیو رو میخوایم تمومش کنیم. آره خب من میگم ویدیو رو تماشا کردید. واقعا کانالمونو نزن لایک کامنت دنبال زنگوله منگوله این یه شنگوله نگاه کن این ویدیو تموم کنیم حمله میکنه. خب آقا یه کار دیگه. آقا یه دو به خاطر حمله 2 تا از امتیازاش حذف میشه. خب آقا وایسا فیکتی کانالمون رو دنبال کنید. نه برنده نمیشی کانال بازم. فراموش نشه 2 لحظه فیکتی. آره کانال مدام
کدام مورد من و ساتیا دنبال کنید. آرسه فقط آرسه آرسه. بچه‌ها این چند یه وقت ASMR نبود. یه مود خیلی خفنه هیولا مود بهتر ماینکرافت و مود ماما پورتال میا، ماما بهشت سیتا. میخوایم بذاریم و پورتال بهش داد. راست میگم اها. خب. انشالله اگه پیدا شد. انشالله نه مودشو پیدا کردم و فرستادم تو روبیکا نگاش میکنم. آره اگه میخواین مودای خوبی دستگیرتون بشه کانال روبیکای من رو ساتیا دنبال کنید. دهخانیم بشه گلیست دنبالش کنید. خب بذار چه منم بگم. خب ممنون که ویدیو رو تماشا بیام کردید. تو دوربین کدوم امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. کانال رو دنبال کنید و لینک های کانالمون هم هر چی هست تو توضیحات. بله. هر چی اسمشو بیاره تو توضیحات اگه بیشتر میخواین با ساتیا آشنا باشین وقتی تو کانال مد ویدیو به ماینکرافت گذاشتیم و 2 اسکول در پویزه. وای حاجی وای خدا این پویزنه رو ببینید کانال دارید اگه خواستید مثل من تریاکشن نشن حتما کانالمون رو دنبال کنید وگرنه شب تریاک بعد به خوابتون میزنه تو گوشتون کانال ما خداحافظ خب خداحافظ.